پیاده نشید. کاری ندارم میخوام حرف بزنم امیر سگه هار تربیت کردی؟ چشون اینقدر وحشی شدن صبح به صبح بهشون خون میدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ زبونت موش خورده؟ ای دنبال شهر میگردی؟ شهر نمیخوره این اصلا. نه نمیخوره. میدونی برای چی جرأت نداره حرف بزنه؟ تو باشگاه یه جوری زده من کلش خواست خورده. میترسه جلو خانم دوباره همین کارو باشه ول میکنی؟ فرزاد من تا 100 سال دیگه با تو طرفم. خب بابا زشته جلو مردم. تو هر 4 تا کوچه با هم فاصله دارید. برید اونجا بزنید هم دیگه رو بهتر کنید. اینجا زشته. زشت کار رفیق توئه. چرا چیکار کرده؟ چه کاری؟ خرف بس کردی من اشکام. هر چیه بابا چی میگی تو؟ اصلا خودت میدونی چته؟ من این میبری رفیق تو خیلی بی‌شرفه. چرا بی‌شرفه؟ مگه فرزاد پای نگار نشسته تو رو ول کنه بیاد با اون؟ یه چیزی بینتون بوده درست و غلط تموم شده رفته. ول کن دیگه. ول میکنه. بعید ول کن دیگه. من اگه حامده اون میخوام با شرف بزنم دعوا ندارم. فرزاد تو هیچی نگو. میخوام فقط حرف بزنم. ببین فکر نکن بچه زرنگی زدی بردی. منو نگار خیلی خوب. فکر نکنی آسدی ها. خیلی خوب. حالت باشه. بیناموس خودتی. کلاتو بزی بالاتر.